همه بدیه ها نخستین پله عروج فساد نگاه کردن است. نخستین پله عروج فساد نگاه کردن هست. قسمت عمده لذت های جنسی رو نگاه کردن نشان میداد. به خاطر همین فارسی زبان، شاعر فارسی زبان هم به همین نکته اشاره میکند: به نامحرم نظر دل را کند کور، ز قربت خانه وضع افکند دور، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این دیده است، این چشم هست. شاعر عربی در جای دیگر میفرماید: فنظرتون فسلام فکلام فموعدتون فلقا. میگه اول یک نگاه کردنه. همه مسائل اول از نگاه کردن شروع میشه. بعد از نگاه کردن سلام علیکم. بعد از سلام کردن بار دوم یک صحبتی بالاخره با هم دیگر. بعد از صحبت کردن تبسمی. بعد از تبسم فموعدون، وعده کجا؟ پارک فلان، بالاخره وکیل آباد، کوسنگی فلان، فلقان. وعده ملاقات گذاشت دیگه، خلاص دیگه منتظر چیزی نباش از این دختر و یا از این زن مسلمان. امروز در دانشگاه ها نگاه بکنید، دختران دانشجویی ما به خاطر چی است اینا؟ آقا جرأت نمیکنه دخترشو به دانشگاه بفرسته. علتش چیست؟ به خاطر اینکه من تو دختر من را، خواهر من رو نمیتونیم کنترل بکنیم، مواظب رفت آمد دختر ما نیستیم. دختر رو ول کردن داخل شهر، به امان و خدا، برو بخیر تا سال آینده سماتتری سلام علیکم و علیکم السلام. خدا من این دختر بعدش هم وقتی چه حالتی داشته باشه. توجه بکنن صبران. چشمچرانی یکی از دامه های بسیار بزرگ شیطان هست که مانند تیر که گلوله به وسیله بارود حرکت میکنه، اون اینقدر زهر نداره به خدا قسم، چون که فقط جان انسان رو میبره. ولیکن این نگاه کردن به شهوت چنان تیر کشنده و بالاخره مخفیانه است، بی صدایی است که با گلوله بدون صدا هم دین انسان را و هم ایمان انسان را به خطر میاندازد. لذا توجه بکنن پدران عزیز، برادران عزیز، علت اصلی توسعه و رواج بحران بی‌حجابی متاسفانه اهمال و تغافلی برادران و مردان هست. این اگر مرد از خودش حساسیت نشان بده، غیرت نشان بده، یا برادر یا بالاخره پدر یا فرزند، همه اینها میتونن جلوی همه مسائل رو بگیرن. به قول شاعر چه میفرماید؟ زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان. خیلی زیبا گفته ها. زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان، مرد او اندر مثل باشد چو مرد باغبان. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ. آیا دیدی باغ رو همجوری رها بکنن؟ دور یک باغ دیوار میکشن که دو تا از سبزیشاشو یا درختاشو کسی نخوره، ولی دوربر خانه خودشو مرد این با این بزرگی دوربر خانهشو یک حیات نمیکشه، همجوری رهاست، هر کس برای خودش. آمد سلام برو. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ، تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن. مرد هم باید بپوشاند به زنزیر حجاب، تا که باشد همسرش همواره در امن و امان. ورنه یعنی اگه کار را نکنه، ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان. وگرنه اگه این کار را نکنه دیگه کلکش کنده هست. لذا مرد باید از خودش بالاخره کمی حرکت نشان بده، تحرک نشان بده و در مورد این مسائل تغافل نکنه، زیرا که رسول معظم اسلام میفرماید یک زن 4 مرد را با خودش به جهنم میبرد، تنها خودش نمیره. توجه بکنن برادران، یک زن 4 مرد رو با خودش به جهنم میبرد: پدر، شوهر، برادر و فرزند خودش را. آی بابایی که میاد به نماز جمعه، به نماز 5 وقت، سر از سجده برداشته نمیشه، میخواد قبله رو سوراخ بکنی با سجدات، ولی دخترت خدا میدونه داخل مراسم عروسی چه مسائل رو که انجام نمیده، چه رقص و رقاصی هایی. تو به فوتبال ابلیس شده میرقصه وسط 1000 جوان. پدر اینجا داره نماز میخونه، الله اکبر، سبحان الله سبحان الله. بگو این مسائل رو توجه بکنه، به مسائل خانوادگی که اهمیت داره. قرآن چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید، همونطوری که زمان عید میاد برای خودتون و خانوادهتون میرید خرید میکنید، در مسائل ایمانی فقط به خودتون توجه نکنید، بلکه قوا انفسکم و اهلیکم، خودتان و اهل خانوادهتان را، دخترانتان را، دختران جوانتان را، حتی دخترانی که به مدرسه میرن اینها رو توجه بکنید، مواظب دوستان و رفت آمدها اینا باشین که به خدا قسم اونها بد نیستن، ولیکن سر هر کوچه هزاران مفسد و شیطان و گرگ درنده ایستاده است و منتظر شکار هستند. بیم در مکتب عایشه، تا جالب اینجاست که یک زن رقاصه هست، حجاب رو رعایت نمیکنه، شب روز با آرایش بیاد این بیرون، اسمش هم هست فاطمه.
اسمش هم هست عایشه، اسمش هم هست زینب. با این اسامی میان این مسائل رو انجام میدن. این واقعا برای یک انسان مسلمان شایسته نیست. اسم فاطمه رو بردار، اسم عایشه رو بردار. اینها این کارها رو نکردن. حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که رسول معظم اسلام وفات میکنند و در خانه حضرت عایشه دفن میکنند، حضرت عایشه هر زمان که میاد بدون چادر میاد، لباساش تنشه میاد چون که شوهرش بوده. السلام علیک یا رسول الله. حضرت ابوبکر که وفات میکند، پدر حضرت عایشه است، مجدد باز هم به همون حالت اولی میاد برای عرض سلام هر روز صبح یا هفته یک بار به مرقد مطهر باباش و شوهرش. ولی هنگامی که امیرالمؤمنین حضرت عمر به شهادت میرسد و کنار حضرت ابوبکر و رسول معظم اسلام دوتا یار وفادارش دفن میکنن، از اون روز به بعد حضرت عایشه رضی الله عنها بدون حجاب و نقاب وارد گنبد خضرای رسول الله نمیشود. ازش سوال میکنه که چرا؟ میگه این حضرت عمر رضی الله عنه نامحرم است و من برای خودم لیاقت نمیدم و اجازه نمیدم که بدون حجاب و نقاب در محضر پدرم و شوهرم حاضر بشم در حالی که مرد اجنبی کنار اونها خوابیده هست. اونها از مرده ها حیا میکردن، زنان ما از زنده ها شرم و حیا نمیکنن. ای کسانی که امروز خودتان را عایشه مینامید، ای کسانی که فاطمه مینامید، فاطمه رضی الله عنها بزرگترین وصیتش بقیه وصایای فاطمه را با آب و تاب تمام در تابلوها بالاخره در همه مسائل مطبوعات می نویسند، ولی این مسئله رو کم توجه می کنند. توصیه مهم حضرت فاطمه چی است؟ من رو به شب دفن کنید. چرا؟ من رو زمانی که فوت کردم من رو روز دفن نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه مبادا در روز نامحرمی چشمش به جسد اطهر و مرده فاطمه بیفتد. بله، اینها فاطمه بودن، اینها عایشه بودن. لذا اگر پیرو حضرت فاطمه و حضرت عایشه هستید و ازواج مطهرات، باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنید در حد توان و حد وسعمان. خدای نکرده موجبات ناامنی رو و انحطاط اخلاقی رو و رذائل رو برای جوانان مسلمان فراهم نکنیم و جوانان عزیز هم متوجه باشن حجاب فقط تنها مال خواهران نیست. اینا هم توجه بکنن، چشم خودشون رو محافظت بکنن. خدای نکرده روز قیامت سرب گداخته داخل چشمانتون ریخته نشه. یک مرتبه که چشمتون میفته بار دوم استغفار بکنید، چشمتون رو محافظت بکنید. از زیر چشم دیگه پی در پی نگاه کردن خطرناک است که متاسفانه امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله حجاب به شکل یک خواب و خیال در آمده. حتی در بعضی از کشورهای اسلامی در کتابی من خواندم از ورود دانش آموزان مقاطع دبستان و دبیرستان و بالاتر از اون با حجاب کامل ممانعت به عمل آوردن. یعنی کشورهای اسلامی مانعی شده که یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان با حجاب بیاد داخل خانه، داخل مدرسه، داخل دانشگاه. این حالت مسلمانان هست، حالت اسفناک مسلمانان. لذا سروران عزیز، ما میتونیم انشاءالله هر کدوم از ما اگر خانواده خودش رو اصلاح بکنه، عزم خودش رو جذب بکنه که جامعه خودش رو اصلاح بکنه، خواهرانی که کنار کوچه و خیابان می‌نشینن با اون قلیون و چریم از صبح تا شب توجه بکنن، به خدا قسم جهنم رو برای دود میکنن برای خودشون و شعله ور میکنن، نه قلیان و چریم را. توجه بکنن پدرایی که سر کوچه ها می‌نشینن، این فرزندان به شما چشم دوختن و از شما درس میگیرن. لذا سعی بکنین، هر کس از خودش ناموسی داره، همسری داره، همونطوری که ما دوست نداریم دیگران به همسر ما، به دختر ما، به خواهر ما توجه بکنن و نظر بد بکنن. لذا دیگران هم همونطور حساب بکنید، اون هم حتما زن کسی است یا خواهر کسی است یا مادرش. لذا حجاب اسلامی رو هم مردان و هم زنان ان شاء الله رعایت بکنن، به امید آنکه ان شاء الله به زودی زود معضل و بحران بی‌حجابی از جامعه ما برداشته شود و به جای اون بالاخره حجاب کامل اسلامی و دستورات نوین اسلام ان شاء الله جامعه عمل بپوشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتی غرای نبی